اولین نفری که دین اسلام را قبول کرده است کیست؟ امام اعظم کی تولد شده است؟ نماز هم نخواهم بهترینش یک قرآن توجیکه باور کنین همین کدومی که میخونه او کتاب کندنی نمیتونم باور کنین یعنی مکافات نمیگیری و ما میگذاریم به بخش دوم. اولین کسی که روز قیامت سخن میگوید کیست؟ نفرانی که در فدراسیون روسیه قرار دارند و میخواهند که رقم‌های تلفن موبیلشان 4 تا 8 7 1 یا اینکه 0101 یا اینکه 0202 باشد، خلاص رقم‌های دیوانه نداشته باشند، میتواند به رقم‌های روی اکران بوده مراجعه کنید و 20% پول شما به خیر خواهد رفت. السلام علیکم به همه برادران، پدران و مادران، برادرای عزیز. این بگیم دیوم بخش برنامه ما، یعنی از اسلام چی میدونی. و وقتی ما بخش یکم شرکتی عجمستان فتح دین گذروندیم، بسیاری نویسن که برادر ریپرو را فیروت که بلوگرو را فیروت که مثلا یک کبوره ما را فیروت کرده نمیشه و ما کوشش میکنیم که همه ایجا برای پلاشتکه برای همه های و همه میتونه که بیای خچه بسنجه. ایجا معنی را نداره که باید ما مثال یکون طالب علم فیروت کنیم و او باید در همه سوالای ما جواب بده. با خاطر چی ما عجمستان دعوت کردیم؟ با خاطر که همون روز همین برنامه ما فکر کردیم، همون روز بخوری خطی عجمستان کردیم و همون روز خطی عجمستان برو وردیم و امروز مهمون امروزه برنامه ما چقدر که شما گفتین ریپرو را دعوت کنید، دعوت کردیم نوی گیمسی. خوش آمدی برات. سلام نوروز جان. و برنامه ما را میدونید تماشا کردگی بفکرم. برنامه ما پراویل شهریش کردیم و چون خیلی پراویل داره. برنامه از 3 بخش عبارت است. هر یک بخشش 5 سوال داره و اگر که تا همین 5 سوال جواب بدی صاحب 50 سوم مکافات میشه. یعنی بخش اول 50 سوم، بخش دوم 50 سوم، بخش سوم 50 سوم، یعنی آبش مکافات 150 سومونی. و اگر که بخش اول یک سوالش جواب ندی یعنی مکافات نمیگیری و ما میگذاریم به بخش دوم. یعنی ما چی خیلی شو و نشو ما هر 3 بخش را میگذاریم و عموما از 15 سوال عبارت است. و از سببی که اومد ماه رمضان خطاب و تمام تماشابینا را که ما را تماشا داره اومد ماه رمضان به همه شما تبریک میگم برادر عزیز. یک چند روز دیگه اش موندگی، یکم 2.5 هفته دیگه موندگی و به خاطر همین یک چند سوال اول ما گرفتیم از موضوع با ماه رمضان. خب بخش اول سوال اول چنین است: ماه مبارک رمضان بعد از کدام از این ماه ها می آید؟ یعنی ماهی که ما منبر میکنیم بعد از کدام اینها ماه رمضان می آید؟ ماه محرم، ماه ربیع الثانی، ماه شعبان، ماه ذوالحجه. ماه محرم، ماه ربیع الثانی، ماه شعبان، ماه ذوالحجه. یکم واریم دوشه کدام بعد از کدام از این وریانت ماه مبارک رمضان؟ ماه محرم، ماه ربیع الثانی، ماه شعبان، ماه ذوالحجه. شعبان بیمونه وریانت سیم. این تخمین بود یا که راستی گپ تخمینه؟ برای که من نمیدونم ماه رجب شم میدونم که مثال پیش رمضان میونه که در جمع ندیدمش نه چی شعبان ماه دیگه. این تخمینه، یعنی تخمینه رو گپ ما ارزش تخمینه. شما را تبریک میگیم که همین تخمین شما درست برام. این حال ما قرار داریم در ماه شعبان و بعد از این ان شاء الله میشه ماه رمضان. تبریک. سوال اول بخش اول جواب دادیم. میگذاریم به سوال دوم. روزه گرفتن در اسلام حکمش چیست؟ سنت است، فرض است، واجب است، مستحب؟ فرض. انیق فرضه. فرضه. برای چی؟ اگر روزه ماه شریف رمضان باشه فرضه. نه، روزه ماه شریف رمضان فرضه. انیق فرضه. برای چی؟ برای که 5 چی اسلام دا داخل میشه روزه ماه شریف رمضان. 5 توم اسلام دا، یعنی فرمانی خداونده که باید روزه باید. یعنی وریانت ب فرض. بله. انیت ها نمیگرده. نه اگه خطا هم باشه هیچ گپ. یک واجب باشه. نه انیق فرضه. با فکر جو انیق.
انیق روزه داشتن ماه شریف رمضان فرض است برای هر یک مسلمان. شما را تبریک میکنیم. بعد سوال دوم ما جواب درست گردوندید. میگذاریم به سوال سوم. با کدام از این نفرها روزه گرفتن ضرور نیست؟ نفری که سرکار است، نفری که ثروتمند است، نفری که کم بضاعت است، نفری که در سفر است. در سفر است. نفری که در سفر است یعنی واریانت گ. نفری که در سفر است. برای چی؟ برای که وقتی و سفری او باید چقدر باشد؟ چند روز باشد و مسافهش باید چقدر باشد؟ مسافهش با فکرم که همین 100 کیلومتر میشه. تخمینا هم خیلی. سفر خودش خیلی که مقصد همه مدام معلومه. شما هم بدین ما هم بدین در سفر رنج عذابی خود چه داره. همین سبب موجود خداوند با بنده هاش هم خیلی مقصد سبکی آورد که نفره که سفر دارین میتونین مقصد که همون مدتی سفرتون در نگیرین روزه. به خاطر که اسلام دینی وزنی نیست و با ایوان کس جبر و ظلم نمیکنه. شاید همین صبح همون سفر میکردگی و در خداوند چی کرد روزه را مقصد چی ای سوال ضرور نیست. نفرش که ثروتمند دیگه واریانتش بدن او باید بگیرن چی وانه. انا که چیزی قای کردن که ما جواب شما را قبول میکنیم. نو سفر امروز هزارها موجود ما را تماشا داره. پیش مهم بوده که شاید بگن که اوه ما در سفر روزه نمیگیریم. سفر باید ماکسیمم 15 روز باشه. ای 15 روز زیاد چی تو مقیم انمو منطقه‌ای که میرای مقیم اونجا حساب میشه تو باید روزه بگیری. و مسافه کمی کم باید 83 کیلومتر بالا باشه. یعنی همون جایی که تو استقامت میکنی دور شدی مدت 15 روز اگر 15 روز کم در همونجا باشید تو میتونی که روزه نگیری. یعنی جواب شما را ما قبول میکنیم. جواب شما درسته. تبریک. نه واریانت گ نفری که در سفر است. میگذاریم به سوال دیگر. سال هجری یعنی از میگم که سال هجری و میلادی داریم. سال هجری کی پیدا شد؟ بعد از تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره، بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد برگشتن پیامبر از مدینه منوره به مکه مکرمه. بعد هجرت وقتی مکه به مدینه رفت باشه ما با فکرت یا اکی مقصد که گذشتگیم کم کم موضوع را که مقصد گذشتگیم ای خیلی که بعد هجرت ہے یعنی بعد هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره واریانتی بره انتخاب کردیم. بله گرچنده که تخمین هم باشن و تخمین شما درسته و شما را تبریک میکنیم که با جواب چهارم بخش اول ما درست جواب داده. یعنی سالشماری هجری بعد از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره شروع شد. و میگذاریم به سوال دیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که 10 آیه اول این سوره رو حفظ کند خداوند او را از شر دجال امین می‌دارد. سخن درباره کدام سوره می‌رود؟ سوره یاسین، سوره آل عمران، سوره بقره، سوره کهف. یک بار تکرار سوره کهف بیو تخمین ایشان تخمین گپ آمد چیزی در کو درو یا بار تکرار میکن سوره خوشو فکر کن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی که 10 آیه اول این سوره رو حفظ کند خداوند او را از شر دجال امین می‌دارد. سخن درباره کدام سوره می‌رود؟ سوره یاسین، سوره آل عمران، سوره بقره، سوره کهف. اما تخمین با چه خاطر همین سوره کهف انتخاب میکنم؟ با خاطر که وقت چیدم همون مردک را مقصد عذاب میدادم برای دینشون گشتن. همون خیلی دیگه دجال در آخرت که بیاید اول مردم ای راه میزنه ای دین به دین میکنه و ای یاد خدا دور میکنه و مقصد با یک فند فریب او را میخواد دور کنه. اگر همین سوره کهف بگیریم خطا هم باشه هیچ گپ نه از یک جای قطع تماشا بینه بود درست چه میفهمیم. متاسفانه جواب شما درست است و صاحب 50 سوم شدی و بخش اول ما را به خوبی گذروندی و بله سوره کهف است و
10 آیه اول سوره کهف کدامی که از خود کنه و هر سحری بخونه خداوند او را از شر دجال امین می‌داره و هر نفری که قصه اصحاب کهف فهمیدگی نیست برادرو بدرویم بخونین هم به زبان روسیش هست در اینترنت هم به زبان تاجیکیش به نهایت قصه خوبه به نهایت سرگذشت خوب برادرو گذراندگی و این حال نوروز برادر ما صاحب 50 سامان شدگی و ما میگذاریم به بخش دیگه برنامه. ما الحمدلله امروز 99% جمهوری و 99% جمهوری تاجیکستان مردم تاجیکستان پیرو امام ابو حنیفه هستند، در مذهب امام ابو حنیفه هستند، یعنی حنفی مذهب هستیم، پیرو امام اعظم هستیم و یک چند سوالو از تاریخ امام اعظم یعنی نعمان ابن ثابت. سوال چنین است: امام اعظم کی تولد شده است؟ سال 699، سال 669، سال 659، سال 689. 99 باشه. یا با دیگه تکرار میکنم. امام اعظم کی تولد شده است؟ سال 699، سال 669، سال 659، سال 689. انی قصه جواب این درنده؟ نه درون کنش نه دایی درون انیق جوابو هسته. نو سوالسی من هست فکر که ما وقت داریم، وقتی ما به محدوده میتونیم فکر کنیم. 699 600 یا بولی دیگه 699 669 659 689. یا 59 آبی برکنیم. ای جواب نمیگردی؟ نه این تخمینه یا انیق؟ تخمین روسیلا. نو سوالای ما برادر بخشش سوالای ما خیلی برادرها که در امی سوالایی که ما میتیم در حیات انسان یک بار بگین انسان بسیار میگن که سوالای آسان میتی سوالای جدا کردن که همین انسان یک بار در زندگیش همین سوالا رو واخوردگی و کم ترک مرز سرش تو بیتیا میوه و متاسفانه این تخمین برادر ما نوروز خطای سال 659 و سال 699 در شهر کوفه به دنیا آمده است امام ابو حنیفه یعنی نعمان ابن ثابت. میگذاریم به سوال دیگر. امام اعظم در سن چند سالگیش به سفر حج رفت؟ 18 سالگی، 19 سالگی، 16 سالگی، 21 سالگی. با دقت گوش کن. 18 سالگی، 19 سالگی، 16 سالگی، 21 سالگی. 19 سالگی بیرون انتخاب نیم. تخمینه مقصد سال 2009 بود که در تاجیکستان جشن امام اعظم بود. تمام علماهای دینی اسلام از تمام دنیا به جمهوری تاجیکستان آمده بودند و همون سال در تمام دانشگاه و مکتب‌ها املا دیکتاند تمام چیز درباره امام اعظم میرفت. خب و شاید که هنمی ما شخصا من در وقت املا نوشتن و دیکتاند نوشتن می چیزا چی کردگیم. خب آنا نوشتگیم و شاید تام نوشتگی باشه یا با کم کانفرنس شکل بودیم در مکتب. یکی چقدر فکر دارم. سالی چند؟ سالی 19 سالگی. یا 19 سالگیش. یعنی انتخاب کردی وریانتی 16 و 18 و 19 و 21 هم؟ بله. وریانت تو را بیشتر اون نزدیک میمونی رقم میزنه آدم که همین فکر را چی میکنم؟ نو هم گودکیش مقصد با تربیت کلان شید، با سواد کلان شید، نه بود خیلی آدمی چی نه. در بعضی کیسه هست که خواب دیدگی که قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میشکوف میره درون داخل قبر پیامبر میشه. مثلا همین چیز کودکی در امام اعظم بود. یعنی 16 سالگی هم بگیم، 18 هم بگیم، 19 هم بگیم، 21 جا دیری بعد میشه با فکرم برای او یک ماه حیران. یا برو یا واریانت را. واریانت ها 18 سالگی، 19 سالگی، 16 سالگی، 21 سالگی. بیایم واریانت یک میشه بگیریم. 18 سالگی. بله. نمیدونم برای چی متاسفانه جواب این واریانت هم درسته و 16 سالگی یعنی حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت در سن 16 سالگی با همراه پدرش سفر حج کرده است و هم زیارت مکه هم زیارت مدینه منوره. 16 دانز نشد. هیچ گام نداره. سفرانیت کردیم هیچ گام نه. zato برای خدا دونیستی کی تولد شد و کی سفر حج کرد و سوار سیومین باز هم درباره امام اعظم.
حضرت امام اعظم کدام صحابه پیامبرمون صلی الله علیه و سلم رو دیده است؟ سوال فهمیدین؟ کدام صحابه، یعنی امام اعظم یکی از صحابه ها رو دیدگی در همون سفر حج که کردگی بود، در همون سفر حجش با یک صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واخری کردگی، یعنی جعفر، عبدالله ابن الحریثه، مصعب، حضرت انس. کدام یکی از اینها با امام اعظم واخور بودند؟ باز جوابیا تکرار میکنم: جعفر، عبدالله ابن الحریثه، مصعب، انس. جعفر بو کی؟ جعفر، عبدالله ابن الحریثه وریانت ب، وریانت و مصعب، وریانت گ انس رضی الله عنه. عبدالله ابن الحریثه. این تخمینه یا میدونستی؟ نه راستی گپ نمیدونستم همیشه. ما این موضوع را انیق گذشتگی نیستم، نه که خوب شید که میخواست مقصد نداشتگی ما همیشه را فهمیدستیم و تخمین هم خیلی میکنم. شما را تبریک میکنیم برادر عزیز که در بخش دیگه سوال سوم ما جواب درست گردوندین، یعنی وریانت ب عبدالله ابن الحریثه یکی از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود که امام اعظم با او واخری کرد و سخنای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو به امام اعظم رسانیده بود. و در آینده در بخش آینده شاید بگیم که کدام سخنان را رساندگی بود با دیگر نفرای اشتراکی برنامه سوال میشه. میتونید که تماشا کنین و برای خودتون بگیرید. حتما. میگذاریم به سوال دیگر. در بسیار جا میگن که صحابه فلان صحابه فلان کار کرد، فلان صحابه فلان گپ گفت. سوال چنین است، صحابه شاید بسیاری ندونن صحابه گفته کی رو میگوین؟ باز سوال و وریانت: نفری که دوست پیامبرمون بود، نفری که دشمنی پیامبرمون بود، نفری که پیامبرمون رو دیده بود، نفری که خویش پیامبرمون بود. کدام یکی از اینها صحابه گفته میشه؟ نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیده بودند. وریانت وره نفری که پیامبرمون رو دیده بود. بله. نفری که دوستاش بودن این هم توبری مغالطه بود. ما درباره صحابه گپ زدیم. ما دوستا اساس کی رو میتونی که صحابه میگه؟ نفری که دیدگان یا صحابه هم بعد یا که بعد نفری که صحابه را دیدگان. نفری که نفری که دوستی پیامبرمون بود، نفری که دشمنی پیامبرمون بود، نفری که پیامبرمون رو دیده بود، نفری که خویش پیامبرمون بود. کدام یک از نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیده بودن صحابه بودن. بعد راشدین میشه نفری که صحابه را دیدن. تابعین. بعد و شما هم نمیدونم. خلاص گپ جواب شما را قبول میکنیم، یعنی وریانت و نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیده بودن. هر نفری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو دیده بودن اون کس صحابه میشود. و اون کس صحابه، هر نفری که صحابه رو دیدگیان اون نفر رو تابعین میگن. و هر نفری که تابعین دیدگیه او را با میخونیم. کامنتاری ده بنویسیم. کسی میدونه کامنتاری ده بنویسه. ما میگذاریم در سوال دیگر. در سن چند سالگیش اولین وحی به پیامبرمون توسط جبرائیل امین نازل شده است؟ فهمیدین؟ اولین وحی در سن چند سالگیش اولین بار توسط جبرائیل امین به پیامبرمون صلی الله علیه و سلم اومده است. 44 سالگی، 42 سالگی، 43 سالگی، 40 سالگی. در سن 40 سالگی در غار هیرات بود یا که؟ در فلان غار. فلان غار از جانب جبرائیل امین با محمد صلی الله علیه و سلم اولین وحی اومده شد و خطا نکنم اگر آیه های چنده از سوره اقرا بود. یعنی یکم آیه، یکم حرف، یکم سخنی بود که به خداوند نازل شد توسط به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد توسط جبرائیل امین. این کلمه اقرا بود. بله. جواب شما درست است. شما را تبریک میکنیم و متاسفانه از بخش دوم ما نگذشتین، یعنی با دو سوال ما جواب ندادین. هیچ گپ نداره و ما میگذاریم به بخش سوم. یعنی شما عین حال مکافات شما 50 سامانی. اگه جسم گلامی رو بازی نمیکنه، سم گلامی تو برای خود دونستی و فهمیدی شاید دیگران فهمیدن، با برای جلب کردن دیگر اشتراکچیایی که مثلا میخوان اشتراک کنن و خاطر همین ما توفه مونده. یعنی یک توفه نوع چیزه میگذاریم. همین دکه پارز مقصد
میدونی ما برای توفاش نیومدم. نه، من درک نداشتیم. جشتم باید گفتم تو شد توفا دوره. و میگذاریم به سوال دیگر. اولین نفری که دین اسلام رو قبول کرده است کیست؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه، خدیجه بنت خویلد، همین واریانت دومشون اگه نمیشه، عثمان ابن عفان، حضرت عمر رضی الله عنه. خدیجه ای مثلا وقتی ای غول برمیگرده خدیجه انیقه بود. یکم نفری که اسلام رو قبول میکنه. با خاطر چی خدیجه را انتخاب کردید؟ با خاطر که نه اینا ما فهمیدم با فکر مخوی. نه فهمیدم میشه هر چیز با خودش یک سبب داره کو. سبب وقتی که خداوند با پیغمبری امر میکنه و اولین سپوریش مقصد فکر میکنه ما هم خیلی بود که ای محیط اولی خودت سر کن، ایمو دعوت ای گیری خودت سر کن و تو حاضره در همین چیز در دین اسلام هست که میگن مقصد یک کس نصیحت کردنی اول گیری خونه خودت مقصد مومن و مسلمان که همشون با تربیت که و بعدا بیگونه را گپ زوز ما بیگونه را داگون چی بگیم میگه که اول بگی اولی خودت تامین که تشکیل که مسلمان که با تربیت که و بعدا این گپی او مردکون نیست، این گپی خداوند که با فکر میکنم اولین بار با محمد صلی الله علیه و سلم گفته شد که ایمو اولی خودت سر که و وقتی با خونه‌ش اومد همین گپ گفت خدیجه مادرمون قبول کرد به یگون شک و شبهه قبول کرد. بله، یعنی جواب شما را قبول میکنیم. جواب شما درست است. وریانت ب خدیجه بنت خویلد یعنی همسری پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که اولین نفری که اسلام رو قبول کرده است این خدیجه بنت خویلد است. میگذاریم به سوال دیگر. نماز کی فرض شده است؟ یعنی تاریخ فرض شدن نماز در شب قدر، در شب اول ماه رمضان، در شب اسراء، در شب معراج. شب معراج چخیل وقتی محمد شب معراج کدام شب است؟ می شب 27 ماه رمضان بودم من با فکرم. نه ما مقصد وقتی نمیدونم گپ راست شو ولی دانش ما میفهمم یک وقت شب معراج میرا محمد صلی الله علیه و سلم 50 رکعت نماز با امتونش فرض گردونده میشود. یعنی که بعداً نماز تحفه برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای امتای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خداوند میتکی مقصد عمر کوتاه دارن و میتونن که با توسط نماز با عمر کوتاهشون ثواب زیاد کننده از زندگیشون. و همین نماز در شب معراج با ما امتان پیامبر تحفه میشه. و جواب شما قبوله، یعنی در شب معراج نماز فرض گردید برای امت مسلمان، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. واریانت گ شما را تبریک میکنیم و میگذاریم به سوال دیگر. اولین کسی که روز قیامت سخن میگوید کیست؟ یعنی اولین نفری که روز قیامت روز محشر میشه و میخیزه اولین نفری که سخن میگوید کیست؟ حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت موسی علیه السلام. حضرت اولین نفری که روز قیامت سخن میکنه حضرت آدم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت موسی علیه السلام. کدام یک از اینها اولین شده روز قیامت سخن میکنه؟ ما точно نمیدونم که تخمین میکنیم. ولی که هر چورش یک نفری هستن که لاگیچ نام فکر کنیم خیلی باور کنیم قینه لوگیک خاطی هم فکر کنیم. برای که ما نمیدونم همین سوال قطعی آشنا نیستم. یکم بار وقتی مثال اولین امتی که داخلی بهشت میشود امتون محمد صلی الله علیه و سلم که در همین مسئله گپ زنی ما گیجوی دفعه فهمیده بودم تو که محمد صلی الله علیه و سلم نیست اولین نفری که گپ میزنه ولی این سه واریانت دیگه حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت محمد، حضرت موسی علیه السلام. کدام یکی از اینها اولینش در روز قیامت حرف میزنه؟ با خداوند حرف میزنه یا کی؟ بله. مثلا میبرن نه اولینش در نه میخیزن گپ میزنن. آواز بگین خیلی اگر او دیکده بگیریم آواز کدام پیغمبر اول صدا میده؟ یعنی او دیکده میگیریم.
حضرت ابراهیم. یعنی این تخمین بود یا تخمین برای کی هم خیلی نمیدونم راستی اما همچه خیلی که همین سوال در فکرم کردم محمد صلی الله علیه و وقتی میخزه چه خیلی که ما شنویدیم در بسیار جا امتی گفته مقصد با پا میخزه و نکی دو در جای دیگر در یادم است که گذشته بود همین گوش خطی که اولین نفره که صدام ابراره محمد صلی الله علیه و نیست. مانند شما ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام. متاسفانه جواب شما نادرست است. انا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. اولین شخصی که غمخوار امتی گفته اجاش میخزه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و میگذاریم به سوال دیگر. از اولاد کدام پیامبر حضرت موسی به دنیا آمده است؟ یعنی فهمیدین؟ یعنی مثال خود پشتوت ایسا این ما اسرائیل فویم ده مقصد و از اولاد کدام پیامبر حضرت محمد به دنیا آمده است؟ بله. نه حضرت موسی بخشش. از اولاد کدام پیامبر حضرت موسی علیه السلام به دنیا آمده است؟ حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت زکریا. حضرت موسی را گفته نه کدام؟ بله. از اولاد کدام پیامبر حضرت موسی به دنیا آمده است؟ ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت زکریا علیه السلام. ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم علیه السلام. جواب شما درست است. شما را تبریک میکنیم. بله. از اولاد حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام به دنیا آمده است. میگذاریم به سوال پنجم بخش سیوم. قرآن کریم در چند سال توسط جبرائیل امین به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد؟ فهمیدین چه سوال؟ 21 سال، 26 سال، 20 سال، 23 سال. 23 سال. برای چی 23 سال؟ برای اون که از 40 سالگی تا 60 سالگی عمر مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم همین وحی می اومد آیه ها نازل میشد و همین 23 جواب درست. خوشبختانه جواب شما درست است و شما را تبریک میکنیم و امروز با بخش سوم برنامه ما با فکرم با یک سوال جواب ندادیم. بله. و متاسفانه شما غالب یکی از بخش‌های ما شدین. یعنی مکافات شما 50 سامان در بر میگیره. گپ درباره مکافات نمیروند. به هر حال آدم‌ها برای خودشون بدونن که اشتراک کنن و همیشه اقلا دست خالی نروند. و هر نفری که خواهش اشتراک کردن در برنامه ما داره، اگر ندونستی یگان جای عیب نیست برادر، مرحمت بیا اشتراک و خطاب بسنج و سوال ها در چند موضوع میشه و مثال و در آینده نزدیک کوشش میکنیم که بعضی اقلا 2 سوال یا 1 سوال ای تاریخ شاعر و نویسنده خودمون کم کم خوش کنیم انشالله. و درباره برنامه چی گفتن؟ درباره برنامه و درباره مکافات برنامه گپ میزنیم. اولا این مکافات سر میکنیم. همین مکافات ما همچو یک نفری که عموما فکر میکنیم در حیات خیر کرده نیستیم با همین کسا میگن چی میگن همین کسای همین پود که دبرود هم میپرتم همین مکافات به خاطر که مثال ما وقت زنگ زدم برای برنامه ما با مکافات گپ نبود. ما خیلی دل صاف اومدم یگان ذره نه خیلی نوفورم و نوخواه نیومدم برای که خیلی برنامه اینتלקتوالی ما در خدمت در معقول اصلا و تیم بولی که درباره اسلام ما این موضوع برنامه ما وقتی عجمستان دیدم راستی گپ خودم حواسم پیدا شد که این برنامه در اشتراک کنم و هم خشید نیت پاک بود، نیت صاف بود. باور کنین والله قسم ما که پاریزانه گفتم ما را مقصد در برنامه جو که لیکن بعد دیدم گفتم هم خیلی برنامه ما میخوام اشتراک کردن و هم خشید که ما دیم نفر شدم. برای مکافات نیومدم. مکافات هم پارتیم صندوقچه ده و در ایدرن ما درباره برنامه چند دفعه دیگه گفتم الکی بهترین برنامه ها هم خیلی چیزا زیادتر شد. مقصد درباره مکافات ما نمیدونم جخم وقتی که اومدی نه فکر کردم که باید چه کنیم که برنامه مثلا با جالب شود و برای اختیارگان چی گرفتی این برنامه مثلا؟ بله گرفتم برنامه بنی و مقصد خوبیش چی میگم
بود چند سواله بود که من نمیدونستم و فهمیدم در این برنامه. سواله بود که تخمین جواب دادی، تخمین درست برو من و برای خود انیخ کردی که همین چیز نه چی درسته و بتونی که در ذهن خود جوش کنی. بله و این فکر میکنم اسلام چیزی زیادی نیست در زندگیمون، یک چیزی در کره همه وقت چی در دنیا چی در آخرت خوبه، یک گپ زیادی گفتن دیگه نمیشه در برای برنامه. تشکر زیاد برای اشتراکتون، برای قدردانی کردن اومدنتون و برادرایی که میگن که فلانی رو دعوت کنم و همین خودمون را خودمون دعوت کردن میگیریم، فرق نداره کسی خواهش اشتراک کردن داشته باشه میتونه خودش در اینستاگرام ما بنویسم و میاریم قطعش خود چپ بسنجه و شاید وای سبب شود که ای پشتی وای چندین نفرها بتونن که برای خودشون یک ذره هم باشه معلومات بگیرن. یک پیشنهاد دیگه اگر کنم اگه پرویز زید نباشین مقصد 50 که دسته دور موندگین همین یک کتاب قرآن و یک جای نماز یکم با یک توفه دیگه وابسته با همون مبلغ باشه خوب‌تره که برای که مبلغ که در اومد فکر میکنم. بله این وریانت هم قبول. ما در آینده فکر میکنیم یک جای نماز یا تسبیح خوب بگیریم که هر وقتی همون نفر توفه میکنه شاید هر وقتی در خونش میبینه نماز هم نخونم بهترینش یک قرآن توجیکه باور کنین همین کدومی که میخونه او کتاب کندنی نمیتونه باور کنین. قبول. پیشنهادهای شما میتونه که برنامه ما را باز هم جالب‌تر و خوبتر کنه. زنده باشین برادرها. ای شما دستگیری همه کاری که همین ویدیو را میتونه که به دوستاتون روان کنین، شاید یک دوستتون باشه که اینمی اینفورماسیون به خبر باشه و با خبر شه و ثوابش در شما هم برسه. باقی در امان الله خداوند نگهبان.